در اینجا گفتیم که الله تعالی صاحب اختیار است. از انسان ها، از زمین ها، از شهرها، از روزها روزی جمعه را انتخاب کرد. و یا بدبخت میگوید که روزی جمعه در بعضی کشورها آدم‌ها استراحت میکنن. اگر استراحت نکنن 54 میلیون دلار در یک سال کار میکردن. آخه دیگر کشورهای یهود روزی شنبه دم میگیرد. یهود هم 54 شنبه دم میگیرد. 54 میلیون یا 54 میلیارد در دست میتید. نصرانی ها روزی یک شنبه دم میگیرن. بی عقل است چی است این مردم؟ روزی جمعه بعضی مسلمان ها اصلا باید روزی جمعه استراحت کنن اگر استراحت کردنی باشن. همین هم الله تعالی نگفته است که روزی جمعه پر را استراحت کنید. فقط همین بین اذان دوم تا وقتی سلام دادن امام کار تجارت درست نه، مدتی 15 دقیقه تقریبا. با برآمده بعد جمعه کار کند گناه نیست. بلکه الله تعالی تشویق کرده است که بعد نماز جمعه در روی زمین پراکنده شوید و از رزق الله تعالی امید کنید، از فضل الله تعالی امید کنید. حتی بعضی علما گفتن که بعد جمعه برآمده تجارت کنید یا اقل خریدی سری هفتگی خود را روزی جمعه کنید، تا چون که الله تعالی بعد جمعه تجارت کنید تا گفته است. حتی صحابگان کرام تا نماز جمعه هم کار میکردن، بدنهاشون عرق میکرد، بنابراین غسل کرده بیایید تا گفتن نماز جمعه که آمدنی شدید غسل کرده بیایید. این دلالت میکند که اونا روز جمعه هم کار میکردن. لیکن من بسیاری از کشورهای مسلمان ها روزی استراحتی خود روزی جمعه انتخاب کردیم. خب پس برای چی پیروی به یهود و نصارا کنن؟ آخه نصارا روزی یک شنبه برای خود گرفته است، یهود روزی شنبه. ما هم روزی شنبه یک شنبه دم گیریم؟ نه، روزی جمعه دم میگیرید اگر دم گرفتنی باشید. بسیار مسلمان ها وقتی که به کارخانه های شخصی یا به کارخانه ها کار در آمدن گفتن من روزی یک شنبه کار میکنم، روزی شنبه هم کار میکنم، روزی جمعه را برای خود برای من استراحت دهید. قبول کردن پیشنهاد. بنابراین روزی جمعه هم الله تعالی انتخاب کرد از بین روزهای هفته، از بین ماه ها ماه رمضان را انتخاب کرد، از بین پیغمبران حضرت محمد علیه السلام را انتخاب کرد.